این تو گپی است که ظلم است طرف. ظلم است. بله. رد شدیم خود رد شدیم. ما اونجا اگرچه خوشم بودیم ولی ظلم بود طرف ما. ظلم بود. بله ظلم بود. به دلیل از اینکه همی که میگفتن افغانی کثافت یک توهین است برای خود ما. توقیق واسه میگه چی کنیم اینجا افغانستانی جا ساعت دیر نمیشه. مجبور هستیم ما روزی پیدا کنیم ما معیشت خود در ایران کنیم. گریان کرده خدای گریان میکنه که ما. همیالم گریان میکنه. میخواد سری کار تا ساعت 8 بیگه اورم وقت پیسه گرفتن صاحب کار آیا خوشش بده پیسه بده یا نه تا پیسه بده اگه خوشش نداد پاسگار زنگ میزنه هر نفری کسی را دیوار الحمدلله تقریبا 3000 بسته غذا و چی آوردیم آب را آوردیم. بالا 1400 کراس ما به 900 آوردیم از دست که نداشتن هر یکشان که میگفت تلاشی که جیبای ما را کنیم. فامیل نخیر تا حالا خبر نداره. اینم دیگه امروز سپرایز میشن متعجب میشن. شاید هم سپرایز شواله. رحیم عرض سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز ما. آرزو دارم که جور صحتمند سر حال باشین، از گزند روزگار در امان باشین. عزیزان بیننده آمد بی جایی که از اینجا هموطنان میرن به طرف ولایت ها میرن، از ولایت ها به طرف کابل میاین و بعضی هایشان که نیمروز میرن، از نیمروز به طرف ایران میرن و قندار میرن، از طرف قندار و پاکستان میرن. در این اواخر آوازه است که مهاجرین افغان از کشورهای خارجی مانند جرمنی، مانند ایران، پاکستان دوباره برگشت میخورن. این که کار همیشگی است که همیشه افغانهای ما از کشورهای خارجی برگشت میخورن، رد مرز میشن، پولهای زیاد مصرف میکنن، حتی متاسفانه که پول نمی داشته باشن اینا قرض میکنن. خب میخوایم با مسافرین صحبتای داشته باشم. اگر دوستانی که بیننده باشین پس آخرین لحظات مرا همراه باشین. آهسته آهسته میریم داخل ترمینال مسافرین را پیدا میکنیم. بله زیدل در ادامه برنامه هستیم و آمدیم به یک ساحه که هموطنای ما از ایران آمدن به طرف افغانستان. چقدر خوش میشه میبینیم جوانای ما پس آمدن به داخل افغانستان. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام. سلام برسه به شما و دوستای عزیز. شکر سلامت زنده باشین. میشه نامت بگویید؟ نام اسدالله هستم از ولایت مزار شریف. اسد جان امروز فکر کنم از ایران آمدی تشریف آوردی افغانستان. بله امروز از ایران آمدیم. چقدر کار نیک انجام دادی، چقدر خوش میشم که خودت میبینم امروز افغانستان آمدی. خب دلیلش بر ما بگو، چی دلیل شد که از ایران آمدی افغانستان؟ آیا دق آوردی؟ نه دق نآوردیم دیگه، بالاخره یک سال یک و نیم سال شده بالاخره دق میاردم. خب از اوضاع ایران بر ما بگوین. میگن وضعیت بسیار در ایران خراب است. مهاجرایی که از افغانستان در ایران است بسیار زیاد زودتر البته ریپورت میکنن برگشت میتن در افغانستان. آیا واقعیت داره؟ بله فعلا خیلی مثلا تقریبا 20 روز یک ماه میشه که خیلی دیگه وضعیت بدتر است از قبل. خیلی دیپورت میشن. چقدر وقت شده بود که خودت رفته بودی ایران بودی؟ نه تقریبا یک و نیم سال میشه. یک و نیم سال میشه. چقدر پشت افغانستان دق شده بودی؟ پشت وطن؟ وطن خود دیگه آدم مادر است. دقیقاً. بالاخره دق میشه آدم وطن است هرچی باشه. یعنی فامیل دیگه همه چیز اینجا هست. تنها رفته بودین ایران؟ ما خودم تنها رفته بودیم. بله. مدت یک و نیم سال تنها زندگی کردین؟ تنها نیست با رفیقم بودیم. رفیقتان بود. خب از فامیل دورتر؟ از فامیل دور بودیم دیگه بالاخره. فامیل خبر داره که خودتون امروز آمدین؟ فامیل نخیر تا حالا خبر نداره. اینا دیگه امروز سورپرایز میشن. متعجب میشن. شاید هم سورپرایز شواله. بشک. چقدر پشت مادر جان دق شدی؟ از مادر جان بر ما بگو. 100% از اینجا که بیننده باشه سلامای گرم خدا برش تقدیم میکنم. خیلی دوستش دارم. دیگه فکر نکنیم دیگه ایران هم ولی دیگه برم. بس از هموطنای ما که میخواین برن به طرف ایران برن چی گفتنی داری؟ همیال من از اون ساحه آمدم که میخواستن برن به طرف ایران. چی گفتنی داری خودت؟ خب شاید بعضی از مجبوری باشه، از اقتصاد اینا باشه برن. شاید هم بعضی مثلا مشکلات کاری نداشته باشن ولی
بیشتر از مشکلات اینا میرن از اینجا. خودت از کدام لحاظ رفته بودی؟ آیا از اقتصاد رفته بودی یا از مجبوری رفته بودی یا ای که به هوس؟ نه خیر از اقتصاد هم نیست، خب باز یک دوست داشتیم ببینیم. نه دیگه نام خدا شکر رفتن یک چکر ایران زدن آمدن افغانستان. من میگم یک رقم نام خدا خوشحال هستی چکرای ایران زدی. بله دیگه طبعا بسیار کار نیک انجام دادی. عزیزای دل، واقعا بعض از هموطنای ما هستن بالخصوص جوانا میریم که طرفشون صحبت داشته باشیم، میگن که امروز ما صحبت نداشته باش، ما چند روزه که در اردوگاه بودیم حوصله ما خلاص شده، حتی حوصله گپ زدن با شما را نداریم. واقعا درکشان میکنیم، آفرینشان که اینا میرن مهاجرت میکنن در کشورهای خارج و متاسفانه بیرحمانه کشیده میشن، پس میان به طرف افغانستان. سلام علیکم بیادر. سلامت باشید. خوب هستی؟ صحتمند؟ شکر که خوب هستی. نامه که بگو. نام من نقیب الله. نقیب جان، از کجا آمدی؟ از ایران آمدیم دیگه. از ایران آمدی؟ بله. چی دلیل شد که ایران رفتی دوباره پس افغانستان آمدی؟ والا دلیلش اینمی که اوضاع اقتصادی وطن خراب است، به دلیل اینمی رفتیم ایران و پس آمدنش هم اینمی که خلاصه هیچ جای خاک مردم به ما شما خاک نمیشه، نمیمونه هیچ کس. بالاخره مشکلات است، بدبختی است. این مردم به خصوصا افغانی ما در سمت ایران به اندازه یک در افغانی ارزش نداره. در جایش بری سختی بدبختی هیچ وقت نمیمونه. خلاصه که در پاسگاه میری لط میکنه، خلاصه در مسیر هم که میری اگر پول بتیم اگر پول نتی دیگه لطت میکنه. بدبختی زیاد است واقعا. به دلیل اینمی که دیگه خودی ما هم رد مرز شدیم. شما رد مرز؟ بله. فکر کنم از بدخشان زیباست. از ولایت تخار است. از ولایت تخار. بله. لط کده آمدین؟ والا ما خودمان که لط نخوردیم، مقصد کیف چیزی که داشتیم بردن، چیزی نمون برمان، دزدا گرفت از گیرمان. لط بگوی اندیوالای من چرا لط خوردن، ولی خودی ما خوشبختانه که لط بد نخوردیم. شکر که خودت لط نخوردی. بر ما بگو که مدت چقدر دیره خودت در ایران سپری کردی؟ خودی ما 2 سال میشه که ایران دادم دیگه. 2 سال ایران؟ 2 سال ایران رد کردیم، بازم ردی مرز شدیم آمدیم. یکی پول ایران هم ارزش نداره. همین کار زحمتی را که مردم افغانستان در ایران میکشه اگر را در خود وطن بکشه باور که پادشاهی زندگیش پیش میره. ولی چی کنیم مردم ما شما که هست یک کمتر شانه خم نمیکنه، میگه که والا سیال است شریک است به خاطر اینمی چیزا. همین میگن که ایران خبر نداره ایران. میگه که امو چی بود، میگن که فکر میکنه که در ایران درختها پیسه کشال است. و رقمی نیست است. وقتی ساعت 6 بجه میخواد سری کار تا ساعت 8 بیگه. اونم وقت پیسه گرفتن صاحب کار آیا خوشش بده پیسه بده یا نه تا پیسه بده. اگر خوشش نداد پاسگاه را زنگ میزنه، هر چی نفری کسی ردی مرزت میکنه. اگر نه بلای خورای مسلمانی تا نیست که سر یک نفر کار کنن باز وادی آخر که شد از مجبوریشون استفاده کنه، بگن که من اگر شما نرینک من پاسگاه زنگ میزنم شما بهتر. خب چاره نیست، در وطن کار و بار نیست نسبت به دولت قبل بالاخره کار و بار کمتر شده. ما شما میبینیم ولی بازم دعا میکنیم وطن خودمان آباد شود که کل وطندارای ما از ایران از ترکیه از هر کشوری که است بگرد دوباره بیا به وطن. سلام علیکم مرور. سنگه خیر کجا بخیر میری؟ کجا میری؟ قندار میری. قندار میری؟ 2 دانه بایک همراهت میبری؟ یا یک مرگیری میبری. یک تا از دوستاست؟ خب قندار خانه تان است یا مهمانی میرین؟ کابل چطور آمده بودین؟ یا خوب است. بله؟ پارسی نپویم پشتو آیا. پشتو آیا؟ پشتو آیا. آیا. مطلب دی؟ خب مصروف چی کار هستی؟ پلسترکار است. بیکار هستی؟ پلسترکار است. خب پلسترکار هستی. اینجا به کار آمده بودی؟ به کار اینو میده. تشکر شونده یوسه. دوستان صحبت میکنین نمیکنین؟ سلام علیکم بیادر عزیز. خوب هستین صحتمند؟ جانکتان جور هستن؟ الحمدلله. اسمتان همیشه بگوین. حسن خان. حسن خان کجا بخیر روان هستی؟ آمدی یا میری؟ آمده بودیم کابل در پروژه هلتنی تی پی او. خب همینجا یک ترنینگ بود ولی میریم با واپس غزنی. غزنی میرین؟ از اینجا غزنی میرین؟ بله از اینجا غزنی. بسیار عالی. من گفتم خدای نخواسته که نری طرف کشورهای خارج. نه میریم. کابل اعلان نکنی. نه. بعضا حواسش خو نمیاد که بری به طرف کشورهای خارجی. نه اینجا در وطن خدمت میکنیم. بیشک
بیشک. خب میخوایم از خودت پرسان کنم که بعض از هموطنای ما از کشورهای خارجی مانند ایران و پاکستان، حتی از کشور جرمنی دوباره برگشت میخورن، میاین کابل. دلیلش چیست؟ چرا اینا مهاجران را میکشن؟ دلیل دا د پښتو کې بدرته ما خپل ملګری تللی دی جرمني تم تللی دی او هغه تم تللی دی هغه ته کمپو کې د زندگی کا په یو شخص زندگی کا شغل ته از د انسانیت پسترګ نه کتل کی هدا کله هغه ته نملړی مرسته نشته ورسره هغه ته دی روان صد مال دی د خوراک څوک نه ورته کی هغه مجبور دی بیرته خپل وطن ته راځي کله ته اوس ازادي ده امنیت ته کار د ژوند د زندگی د بعد خدمات او هغه کسان ته دلته ضرورت هم ده اوس یعنی ضرورت داره بله ضرورت است متاسفانه که بعضی ها از هوس نمیرن اما بعضی ها شوق میکنن فکر میکنن که در کشورهای خارجی دیگه پیسه ویزان است همونجا میرن پول به دست بیارن نه هغه اول کې آگاهی نه لري کو پیسې صحیح د لوړه ده دغه پیسې د خو ممتا ژوند داسې ده که یو ورځ وي ژوند د ژوند کول ارزښت لري کنه ده رقم نو بعد خپل وطن کې تیر شي خب شما جای سفر کردین رفتین؟ بله ایران رفتیم پاکستان رفتیم ایران و پاکستان ایران پاکستان کدامش بهتر بوده کدامش بهتر مهمان نواز بوده ایران خوب بود ایران خوب بله بله پاکستان چطور او خوب نیست خوب نیست برای هموطنان ما که حالا دیگه رایی کشورهای خارجی هستن شما چی پیغام دارید زه خپل دا پیغام ورته لرم ته څو پر خپل وطن کې پات شي خپل منابعونه ګټه واخلي ان یو دا نه د کار نشي کړی دی کوشش وکړه تعلیم وکړه دی کوشش وکړه یو کسب زده کړه راتلونکی روښانه ولري مزدوري به دې څه وخت پورې پر دې وطن کې بسیار زیاد تشکر مننه گفتی بیادر ما تا بکی ما و شما بریم کار بیگانه ها را انجام بدیم خب دوستان بیننده هستین میریم به طرف درایور که وی آی پی است به به سلام علیکم اروره وعلیکم السلام خوب هستین صحتمند جانکتان جور است کجا بخیر روان هستی قندهار بخیر ننگرهار قندهار این شیشه موتر دلیلش چیست که درس کردش هست این سرکا خراب است سنگ باد میکنه دیگه موتورا سنگ باد میکنه سنگ میخوره شیم و میدان میشه کلش از طریق سرکای خراب است خب ما همیشه قندهار میری و میایی قندهار راه هر طرف میریم بله خب میخوایم ازتان پرسان کنم گفتین که سرکا یک ذره خراب است حال سرکا خوب نشده میگن سرکا بهتر شده نسبت به گذشته خب چقدر مردم از قندهار به طرف کابل از کابل به طرف قندهار میرن حالا زیاد مردم میره که تنها از نمایندگی وردک باباست مثال 6-7 از این میره 6-7 از اون طرف میره دیگه 1000 نمایندگی میره قندهار شما همینجا همیشه میباشین اگر بعضا شاید باشین در اینجا در ترمینال چقدر از کشورهای خارجی مانند ایران برگشت میخورن این طرف میاین والا زیاد میخوره دیگه هر نمایندگی مثال 10 موتر 8 موتر 9 موتر 1000 نمایندگی میایه نمایندگی چقدر زیاد نمایندگی است میره و میایه مردم زیاد سرگردان است زیاد سرگردان متاسفانه این سرگردانی افغان‌ها هیچ خلاصی نداره خلاصی نداره بسیار زیاد تشکر بیادر عزیز بخیر باشید بخیر سلامت باشید خب دوستای عزیز مسئول ترمینال با خود داریم صحبت ها می داشته باشیم زیادتر به اینا معلوم هستند که چقدر مردم میرن و چقدر مردم میان سلام علیکم بیادر عزیز خوب هستین صحتمند جانکتان جور هستن شکر سلامت باشین خدا معرفی کنین هموطنای ما بشناسید ما نماینده عمومی شرکت مسافربری وردک هستیم میخوایم از شما پرسان کنم که چقدر هموطنای ما بالخصوص جوانا از افغانستان به طرف ایران میرن فعلا خو کم میره از یا چند وقت پیش زیاد مسافر میره فعلا تعدادش کم شده دیگه به خاطر گرمی هم است راههای ایران هم خراب است پاکستان هم راه بند است زیادتر پاسپورتی های ایران میره قندهار میره دیگه بسیار عالی ماجرای ما را از ایران و پاکستان روان میکردن طرف افغانستان حالا میگن از کشور جرمنی و لندن مهاجرا را برگشت میدن چقدر افزایش یافته چقدر زیاد مهاجرا از پاکستان و ایران میآیند زیادتر از جرمنی و جا که میآید خزرای زمینی نمیآید اگر میآیم شاید در طیاره هوایی بیاید او از پاکستان که میآید از راه ترخم و ویش میآید ولی فعلا نمیآید از نیمروز میآید از ایرات میآید میالیم رد مرز میکنه مسافرها را راه خراب است و جا نمیمونه مسافرها
به نظر شما دلیلی که هموطنای ما بالخصوص جوانان وطن ترک میکنن میرن به طرف کشورهای خارجی چی میباشه؟ دلیلش بیکاری است، بیکاری در وطن است. بله متاسفانه بیکاری در وطن است. بیا خدا مهربان زمین کار مساعد شود. خدا مهربان است. شکر از اینکه امروز سلامت باشی، خوش آمدی. خدا حافظ. خب دوستای عزیز، شما بیننده برنامه ما هستین، ترمینال است و اینجا هموطنای ما به طرف ولایت ها میره و زیادتر به طرف نیمروز میان. حالا دیگه زیادتر از طرف کشورهای خارجی دوباره برگشت میخورن به افغانستان میاین. دوستای عزیز، کسی را پیدا کردیم که تازه از نیمروز آمدن، حتما خسته و مانده همچنان هستند. سلام علیکم بیادر. و علیکم سلام. سلام به خودت و بینندگان شنوندگان تلویزیونتان. ما از طرف تمام هموطنای ما علیکم میگیرم. امیدوار هستم که شما خوب باشین. میگن تازه آمدین از نیمروز؟ بله تازه آمدم. چی گپ بود طرفای نیمروز؟ کدام مسافر از طرف کابل آوردید؟ مسافرای رد مرزی را به کابل آوردیم. رد مرزی را آوردید. اکثریتشان کرام نداشتند. اوه. بله 1400 کراس ما به 900 آوردیم. از دست که نداشتن. هر یکشان که میگفت تلاشی که جیبای ما را که نداریم. 3 تا را آوردیم به حواله از اینجا که نفرش اینجا آمد کرا داد، تلفن‌های خدا بر ما داده بود که تلفن‌ها را قطع کرا بگی. ما پول نداریم. اگه در کابل نفر ما به ترمینال می پول شما را برتان می تلفن‌های ما را بده. دیگه مردم ها خیلی وضعیتشان خراب بود، به خاک و گرد آلوده بودن. دیگه سربازای ایرانی قدشان اخلاق و وضعیت خوب ندارن، لطکوب میکنن، نان صحیح نمیتین برشان، دیگه حالتشان خیلی خراب است. شما زیادتر با مهاجرین که از کشور ایران برگشت خوردن سر کارتان بیشتر است، چون از نیمروز میایین به طرف کابل. وقتی بالخصوص جوانا را میبینین چقدر دلتان جگرتان خون میشه، چقدر شما خفه میشه؟ خیلی جگر ما خون میشه. ما به هموطنای خود میگم به می وطن خود ماهانه به 6000 قناعت بکنن و ایران نرن. ایران نرن. بله خیلی جای خراب است برای افغانیا، خصوصا برای افغانیا. و چشم انسان برشان سعی نمیکنه، لط میکنه، حتی به مرمی هم میزنه. همین قاچاق برای که موترها را از پیششان میدوانه از پلیسای ایرانی، حتی به مرمی میزنه. به مرگشان هم بندواز نیستن. میزنه به مرمی میزنه، گیر کنه، لط کوب میکنه، شکم گشنه نگاهشان میکنه، به می گرمی او نمیتشانه. خلاصه خیلی وضعیتشان خراب است. ما به هموطنای خود اینمی خواهش میکنم که نرن به کشورهای خارج نرن، همیجا به پیسه کم قناعت بکنن، اینمی برشان بهتر است. افغانیا شما از چی بیشتر خسته شدید؟ ما از خرابی را. از خرابی را. تشکر از شما. بخیر باشین. دوستان یک جوان را پیدا کردیم که از نیمروز آمدن، فکر کنم ایران رفته بودن. سلام علیکم بیادر. علیکم سلام، ان شاء الله خوب است، صحتتان خوب است؟ شکر، سلامت، زنده باشی. اسمت؟ شهرام هستم، فعلا دیگه ادی قندار موقعیت داریم. فعلا ادی قندار. بله. گذشته کجا موقعیت داشتید؟ والا طرف ایران. ایران رفته بودید؟ بله. دلیلش چی بود که ایران رفتید؟ والا فقر ناداری دیگه در افغانستان چی کنیم؟ متاسفانه. فقر ناداری که باشه مجبور هستیم ما یک لقمه پیدا کنیم با خودم و با فامیل ما که نکنیم دیگه چی به درد بخوریم. جوان خانه هستیم، کلان خانه هستیم، مجبور هستیم تا حالا که پدر ما کد مادر ما کد بعد از این باید ما بکنیم. اما قدر که ما سر پدر مادر خود حق داریم، فامیل هم سر ما حق دارن. نمیشه که یک طرف حق داشته باشه. خب چطور شد دوباره پس افغانستان بیایی وقتی که ایران رفتی؟ این تو گپی است که ظلم است طرف. ظلم است. بله. ردمرد شدیم. ردمرد شدیم، خود ردمرد شدیم. ما اونجا اگرچه خوشم بودیم ولی ظلم بود طرف ما. ظلم بود. بله ظلم بود. به دلیل از اینکه همی که میگفتن افغانی کثافت یک توهین است برای خود ما. 100%. افغانی کثافت گفته برای ما یک بدنامگی داره. ما مجبور بودیم که در طرف کار میکردیم، زحمت میکشیدیم ولی اینجا ما را رسید. خب از راه بر ما بگوین وقتی که شما را رد مرز کردن چگونه با شما برخورد شد؟ والا در راه خود ظلم است یک ذره، ولی بازم خودم یک چیزه گذشتاندیم دیگه، مجبور بودیم، نمیشد راه بود که خود. حالا دیگه تصمیم داری که دوباره بری ایران؟ والا دیگه شوقی هستیم دیگه، چی کنیم اینجا افغانستانی اینجا ساعت دیر نمیشه، مجبور هستیم هم روزی پیدا کنیم، هم معیشت خود در ایران کنیم دیگه.
فکر نکنیم ایران از افغانستان که باشه. والا در ایران وطن ما و شماست. هر آن چیزی که از وطن خاک ما است، صحیح است، قدرش داریم که نمیشه دیگه چطور کنیم؟ تا می بند قرغام بریم به نظر من بهتر از امریکا و لندن. بند قرغام یک قدم راستی فایده نداره. خود ما بیا خدا میربان است که شما جوانان زمینی کار برتان مساعد شوه تا شما مجبور نشین برین به طرف کشورهای خارج. والله ایرا خوش میشیم که اینجا کاروبار برای ما جور شوه و از حکومت ما خواهش همی است که کاروبار برای ما جور کنه تا ما مجبور نشیم به کشور خارج بریم. تشکر. سلامت باشین و خوش خداحافظ. صحبتای داشتم کوشش کردم که پیدا کنم مسافرین را. خدا کنه ما دیدید شما قرار گرفته باشه. پیغام دارم که برای هموطنای ما جوانایی که میخواین برن به طرف کشورهای خارجی زیادتر کوشش کنید که در افغانستان باشین. همیشه به مو پول کمه که خودتان پیدا میکنید قناعت داشته باشید. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما رو به خدا یکتا میسپارم. از دای نیکتان ما رو فراموش نکنید. ما با مرکز مهاجرین نقطه‌ای که در اونجا مهاجرانی که از ایران اخراج شده آمدند و یا میآیند در اونجا قرار داریم و امروز 30,000 بسته آب و غذا آوردیم و مسلسل روزانه ما فعالیت داریم. تقریبا از چندین روز به این طرف ما اینجا فعال هستیم و فعالیت داریم.